شبکه جهانی تلویزیون 24 ساعته پارس. توجه شما را به برنامه بنیاد نوروز، بنیاد نیکوکاری نوروز جلب می کنم. من مهرداد پارسا به اتفاق همکار گرامی هم سرکار خانم شاملو هر هفته در چنین ساعتی به پیشگاه شما ایران یاران، شما انسانهای فرهیخته بال می گشاییم تا از حال و روز آوارگان ایرانی بیشتر بشنویم و دست آنان را بگیریم و به یاریشان بشتابیم. و خوشبختانه بنیاد نوروز این پل پیوند را آنچنان مستحکم ساخته است که اعتماد ملی را به وجود آورده و این اعتماد تا آنجا که در ماه گذشته که برای آوارگان پول جمع می کردیم و سپس برای آسیب دیدگان زلزله آذربایجان، تنها سازمانی که مورد تایید وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت بنیاد نوروز بود و اجازه ترخیص پول فقط به بنیاد نوروز داده شد. چون حساب کتاب بنیاد نوروز کاملا روشن است و جوابگوی سازمان‌های مالیاتی ایالات متحده آمریکا است. از این جهت به خود میبالیم که این اعتماد و اطمینان را به وجود آوردیم. آقای بهمن مالیزاده مدیرعامل این بنیاد خود مجبور شدند برای نظارت بر ارسال کمک‌های شما هموطنان گرامی و درستی عمل به منطقه بروند و در آنجا ناظر باشند. امروز ایشان بازگشتند به آمریکا و با ایشان گفتگو میکنیم. تصاویر و فیلم هایی هم هست که در صورت دریافت از طریق خطوط اینترنت بهتون حتما نشان خواهیم داد. اما واقعیت این است که در آذربایجان یک فاجعه رخ داده است. زلزله از یک سو یک بلای طبیعی و فاجعه افزون بر اون بی‌اعتنایی رژیم حاکم بر ایران نسبت به زلزله زدگانی است که این روزها به علت ریزش برف و باران و تگرگ حتی چادرهای قلابی که در اختیار آنها گذاشته بودند دچار آب گرفتگی شده است. و وزارت بهداشت رژیم اسلامی هم اعلام کرده است که امکان بروز هر نوع بیماری در این شرایط سخت برای اونها هست. در چند روز گذشته تعدادی از چادرهای این آسیب دیدگان فلاکت زده دچار آتش سوزی شد، چون مجبور هستند برای گرم کردن خود از بخاری‌های برقی استفاده بکنن و سیمکشی ها توان این بخاری ها را ندارد، ایجاد جرقه و آتش سوزی و مشکلات بسیار. به هر حال تا اونجایی که آقای مالیزاده به ما خبر دادند از چند گذرگاه توانستند که کمک های شما رو به هر شکلی شده است با عوامل مطمئن به داخل ایران برسانند که به دست زلزله زدگان برسد. و همونطوری که بارها گفتم این امانتی است که بسیار بار سنگین بر دوش ما گذاشته است، چرا که این پولهایی که جمع شده است پولی است متعلق به یتیمان، متعلق به آوارگان، به آسیب دیدگان و در خرج کردن آنان باید دقت بسیار بشود و ظرافت بسیار که مبادا یک پنی یا یک سنت یا یک شاهی از آن این ور اون ور بشود. کار بسیار دشواری است و خوشبختانه بهمن مالیزاده از این اعتماد برخوردار است و ما که در بنیاد نوروز هم صدای او هستیم، همکار او هستیم، چه خانم آزیتا، چه همسرشون آقای دکتر افشار، چه سرکار خانم شاملو و بنده، جز هدف خدمت چیز دیگری نداریم. و وقتی که میبینیم میتوانیم رابط شما باشیم که باری از روی دوش یک هموطن برداریم، چه آواره، چه آسیب دیده از زلزله، چه بیمار، واقعا احساس خوشحالی میکنیم. و امروز بنده بسیار بسیار خوشحالم که توانستیم این کمک ها رو به داخل ایران بفرستیم. حالا خود آقای مالیزاده در این زمینه توضیح خواهند داد که چه کاری کردند. اما پیش از آن به شما یک درود میفرستم، به شما انسانهای با شرفی که غیرت ملی و انسانیت و اون شرافت در وجودتون هست که نمیتوانید نسبت به آلام یک هموطن، یک انسان دیگر بی تفاوت باشید. به هر حال سپاسگزارتون هستم. ارزش خودتون رو به عنوان نماینده خدا بر روی این کره خاکی بدانید و از هستیدار به خاطر این موهبتی که نصیب شما میکند که
به دیگری کمک بکنید، پیوسته از خدا بخواهید که داده های هستی او رو سپاس گذاشتید. و سپاس و ویژه و درود ویژه به بانو فهیمه شاملوی عزیز. درود بر شما. درود بر شما، سپاسگزارم و درود بر همه هموطنان. میکروفون شما درسته؟ بله، من سرازیر شده. این دور امتحان کردم. نه سرازیر شده، گفتم صدا. آقای شهرتی خوبه؟ نه شما خودتون میکروفون راست بزنید که صداتون. لباسم نازکه. بله. میره پایین. وارونه زدید اصلا وارونه زدید. بله. خب شما اونور بزنید میکروفونتون رو. بدید من لطفاً. بدید من این براتون. بله. خیلی خوب. تا خانم شاملو میکروفون رو میزون میکنند و آماده ما. بله حالا شد. بله. خب میفرمایید. درود بر شما و سپاسگزار شما و همه هموطنان عزیزی که در سراسر دنیا این قدرت روحی و حتما جسمی رو به ما دادن که در حضورشون باشیم. چند ساله و این اعتمادی که به ما دارن، یعنی نه به ما، به بنیاد نوروز دارن، ما رو سر و پا نگه داشته. خب این حلقه تیمی اون صداقت آنچنان نشان داده است که دیگر جای سخن ندارد و من همیشه این رو از خود بینندگان خواستم که خودشون مشارکت بکنن در بنیاد نوروز. چه هیچ اشکالی ندارد اگر ما چند روز زندگیمون رو وقف هموطنی بکنیم که الان نیاز به کمک دارد. حتما. و خیلی دلم میخواست یک ایرانی پیدا میشد از آمریکا نمایندگی میکرد بنیاد نوروز رو، خودش میرفت به آذربایجان. یعنی این اجازه هم البته اونجا نمیدن، اینم بهتون بگم، ولی شاید میتوانست به عنوان یک همراه برود اونجا این کمک ها رو برساند. چقدر راحت بودیم. در یه برنامه یه مقداری کمی کمک گرفتیم از داخل. بله ولی خیلی مشکل هست. بله. یعنی به اندازه‌ای هست که حتی اون NGO ها و اون گروه های امداد محلی بله. هر کاری که میکنن باید با اجازه باشد. بله. و اگر جمهوری اسلامی حق حساب خودش رو نگیره و برای سوریه نفرسته، محاله بله. بذاره کمک به این بیچاره. بله. جالب اینجاست که وزیر مسکن و شهرسازی گفته است که ما پول نداریم خانه سازی بکنیم برای اینا، مردم خیر باید پیش قدم بشن. 10 میلیارد دلار در این چند ماه کمک کردن به سوریه که بره آدم بکشه. در ونزوئلا خونه بله. بسازن. بله برای این است که پول ندارن. پولای ملت ایران بله. باید به باد برود. بله. خرج اتینا بشود و برای مردم ندارن خانه بسازن. حتی از این خانه های پیش ساخته بله. که خیلی راحت ظرف 10 روز می توانستن با یک کمپانی قرارداد ببندن از ترکیه، از جای دیگر براشون بفرستن اونجا نصب بکنن و یک اردوگاه موقت براشون بسازن، نه دائمی میشه اصلا. بله. اون خونه های پیش ساخته رو در اختیارشون بذارن، ضد زلزله هم هست. توانمون از ژاپن کمتره. بله بله، یعنی یک چیزی است که توان مالیمون خیلی بیشتره. خیلی راحت منتها گفتن ما توان نداریم مردم خیر کمک کنن. حالا مردم خیر که میخوان کمک بکنن با زیر نظر پاسداران جمهوری و بسیجی‌ها باشه. یک پشه از آسمون نمیتونه بدون اجازه اینو این است که خیلی خیلی دشوار هست. ارتباط ما برقراره آقای شهرتی؟ بله دارم سعی میکنم. آقای پارسا شما از بلای طبیعی صحبت کردیم. بلای طبیعی در هر حال چاره‌ای داره اگر طاعون اسلامی بذاره، وگرنه همه جا زلزله میاد، همه جا بالاخره بلای طبیعی هست. همینجا توی کشور امریکا شما فکر میکنید چند مرتبه، یعنی هر سال چند مرتبه طوفان میشه و سیل میاد. نه تو همین کالیفرنیا که ما هستیم یعنی یک ماه گذشته 6 بار زلزله آمد. زلزله آمده، آتش سوزی شده به خاطر خشکی زیاد. اینا هست، ولی اگر که دولتی باشه که دشمن ملتش باشه، مسئولیت باید داشته باشه دولت که اونها ندارن و متاسفانه به این صورت هست. و امیدوار هستم هموطنان ما در درون ایران بدانند که تلاش ما مؤثر بوده است برای کمک رسانی به اونها و پاسخ مردم هم بسیار خوب و عالی بوده است. و اگر مشکلی باشد در درون ایران دیگر تقصیر ما نیست، تقصیر حکومتی است که بر مردم ظلم میکند، ستم میکند و حتی مانع کمک رسانی و غذا رسانی به بچه های آواره و یتیم میشود.
شما ببینید فاجعه تا کجاست و بی‌مسئولیتی. یعنی وقتی که بهشون مراجعه میکنن میگن همینه که هست بسازید. اون دنیا جوابش رو خدا به شما میده. تحمل کنید، مقاومت کنید، سرمای سخت. بعدم اون مردم شریف، زحمتکش، غیور در آذربایجان که منت بر ما دارند، مدیونشون هستیم، باید نوازششون بکنیم. اونها سر ایران هستند و به راستی مدیونشون هستیم، باید رهاشون بکنیم به امید خدا. و حالا هم بگیم که ما توان ساختن خونه برای شما نداریم. اونها احتیاج نداشتن، حداقل مسائل دیدین زنان با شرف آذری خودشون شده بودن بنا و عمله، داشتن ساختمون میساختن. مسائل در اختیارشون بذارید. زن ایرانی است. بله واقعا آدم وقتی که اینا رو میبینه جانش میسازه وطنش. غرور حس میکند که چه معنایی دارد شرافت و شرف ایرانی و به ویژه زن ایرانی، اون زن روستایی که محصول کار او که فرش است، قالی است. در هر خانه ایرانی میبینید فرش آذربایجان، چه حریصش، چه تبریزش، چه این سوزه، همینها بافتند. و اینها هنرمندانی هستند که ما بهشون واقعا مدیونیم، زحمتکشان مملکت ما هستند. در خبرها آمده بود که اینقدر سرما زیاد شده است، اینا برای اون باقی مانده دامشون پتو و اینا رو میندازن رو اونا که اونا نمیرن. شما ببینید چقدر عمق فاجعه زیاد هست که در این شرایط سخت من از هموطنانم در درون ایران خواهش میکنم بی تفاوت نباشید و فکر نکنید که دولت باید این کارو بکند. یک دولت دزد آمده است سر گردنه شتر رو با بار میبرد و اصلا امیدی نداشته باشید به اینها. تو رو به اون خدای ایران اگر میتوانید بروید به کمک این هموطنان آسیب دیده، خطر هم بکنید، ولی خدا یاریتان میدهد. حداقل شب که سر رو میذارید بخوابید با خیال راحت میخوابید. حداقل یک شب پلو اینا بخوابید زیر اون چادرها. بله، حداقل دارو بهشون برسانید، برای بچه‌ها شیر و خشک برسانید، دلشون خوش بشه که خیلی شرایط سختی است در این سرما. خانت خراب شده باشه، آوار ببینی هنوز بسیاری از جنازه‌ها زیر آوارن، اصلا تصور این آدم نمیتواند بکنه. امیدوارم که خانه این طاعون اسلامی به هر حال این بلایی است که به سر ما آمده است و مقصر اونها هم نیستن، مقصر خود ما هستیم. از ماست که بر ما 33 سال پیش خودمون این بلا رو بر سر خودمون آوردیم و امیدوار هستم جبران مافات بکنیم، حداقل که خدا ما رو ببخشد. این تاوان سنگین، یه ملتی دارد زندگی میکند، مشکلاتی در هر کشوری هست، مگه در آمریکا نیست؟ همه رو باید رفع کرد. مردم باید خودشون رفع بکنن، نه اینکه توقع داشته باشن رهبر مملکت رفع بکند. ریش و قیچی رو چرا همیشه دست کس دیگری باید داد؟ خود ما باید مشارکت بکنیم و سازنده باشیم و امروز هم نباید منتظر کس دیگری باشیم ما رو نجات بدهد. خودمون باید غیرت بکنیم، خودمون باید غیرت بکنیم. پارسا، صحبت زنان ایرانی رو کردید. من یک سوال همیشه در مخیلم پرواز میکنه همیشه، که شما به عنوان یه شوهر یا مرد، حالا شوهر نیست، ولی چه زنی میتونه همبستر مردی مثلا مثل لاریجانی بشه؟ چی میتونه اینو وادار کنه؟ ایمان که نیست مسلما. مگه پول چه قدرتی داره؟ نه اونها قبول ندارن که جانورن، اونها قبول ندارن. اونها اینقدر غرق در مسائل فناتیک و قشری بودنشون هستن که یک دایره دور خودشون کشیدن و فکر میکنن دنیا همین هست. فکر میکنن که مرد باید هر کاری دلش میخواد بکنه، زن ستم ببیند، چون اون دنیا زن خیرش رو میبیند، یا میخرنشون بله. با پول و یا با پول و با جواهر و با اینا. الان دیدیم که همین چند خانواده ها رو برداشتن آوردن با سفر نیویورک، همشون تو این فروشگاه ولو بودن، خرید میکردن، میرفتن به ویکتوریا سیکرت. بله، اینا نشون میده که اون زن چقدر بدبخته که چشم به راه مردیه که بیارتش تا آمریکا بره دارو قرص تایلنول بخره و ویتامین، جواب بعد تو پیلسشو بره کفش حراجی بخره. اینها گرفتاری هایی است که امروز داریم و امیدوار هستم شما هموطنان گرامی بدانید که ارزش های ملیتون چه هست، ارزش های خداییتون چه هست. تلفن های 704 544 7800
703 303 66 61 دو تلفن دائمی بنیاد نوروز هست که در اختیار شماست برای کمک هایی که باید به آوارگان ایرانی بکنید. هزاران آواره سرگردان در یونان، در ترکیه، در قبرس، در هندوستان، در پاکستان، در استرالیا. همین دیروز یونانی ها حمله کرده بودند به اردوگاه آوارگان، پناهجویان، که اونها را آتش بزنن، اونها را بکشن، که ما خودمون نان نداریم بخوریم، شما چرا انگل ما هستید؟ شما ببینید وضع به کجا رسیده است. از بد حادثه ایرانی مجبور است پا به فرار بگذارد و بیاید گرفتار کسان دیگری بدتر از جوانان ما انگل بشن. بله واقعا اینها جای خیلی حرف دارد و شنیدنش دردناک است، اما واقعیت دارد. این است که شما بینندگان گرامی کمک‌های خودتون رو بکنید تا ایرانی تا آنجا که امکان دارد دستش به سوی این ناکسان دراز نشود. و امیدوارم در هر شرایطی که زندگی میکنید یک لحظه چشم رو بر هم بگذارید و فکر کنید بچه خود شما الان آواره است در ترکیه، دختر خود شما آواره است در یونان و مجبور می شود از بیپولی تو پارک بخوابه تو این سرمای زمستان زودرس، و در پاکستان آواره است در اون کثافتخانه، در هندوستان کسی به او جواب نمی دهد و گرفتاری های بسیار زیاد. این است که این دو شماره در حقیقت دو شماره خانه خداست که شما به جای زیارت مکه، به جای زیارت هر معبدی، هر گور مقدسی که براتون هست، برید این خانه خدا رو زیارت بکنید با این دو شماره و بعد خیر اون رو ببینید، زندگی خودتون رو بیمه کنید. اگر میخواهید از طریق اینترنت پولی واریز بکنید به حساب بنیاد نوروز، سایت نوروز.org رو باز بکنید روی اینترنت، میتوانید مستقیما از حساب خودتون به حساب بانکی بنیاد نوروز یا پیپل بنیاد نوروز پولی واریز بکنید. اگر به بانک آف امریکا در هر جای جهان می روید، چه آمریکا، چه اروپا، چه جای دیگر، می توانید شماره حسابی رو که الان زیر صفحه تلویزیون هست یادداشت کنید، خودتون مبلغی رو واریز بکنید به حساب بنیاد نوروز. اگر می خواهید چکی بنویسید در وجه نوروز فاندیشن، یعنی بنیاد نوروز، به صندوق پستی 471481 شارلوت نورت کارولاینا با زیپ کد 28247 این پول رو حواله بدهید. از آقای شهرتی خواهش میکنم ارتباط ما رو اگر میشه برقرار بکنن با آقای مالیزاده که تازه از راه هم رسیدند و دارن، نمیبینید یا بین راه فرودگاه تا محل کارشون اینها بعضی موقع تلفن زنگ میکنن. واقعا وقتی دیدم ایشون در اونجا با این علاقه از چند گذرگاه مرزی بتوانند تلاش بکنن که حتما به این آوارگان کمک ها برسه و نظارت داشته باشه روی خرید که گران نخرند، ارزان بخرند، چکشون هاشون رو بزنن. خیلی قلبی به بزرگی دریا خیلی مهم هست و جوان در خطر کردن به منطقه رفتن و امیدوار هستم همه ما یک بنیاد نوروز باشیم برای هموطنان آواره و هموطنانی که امروز نیازمند ما هستند. آقای بهمن مالیزاده درود بر شما و خوش آمدید دوباره به آمریکا. درود بر شما آقای پارسا و درود بر شما و درود بر همه همیهنانی که این برنامه رو این موقع روز و این یاران بنیاد نوروز هستن. بله شما صداتون قطع و وصل میشه، اگر رو اسپیکر هست با گوشی صحبت کنید لطفا. اگر رو اسپیکر نیست چیکارش کنم؟ اگر رو اسپیکر نیست پس اشکال از خود شماست. ولی اشکال نداره. نخیر از تلفن. حالا به هر حال آقای مالیزاده خوش آمدید. میدونم از راه رسیدید و خسته از راه و فقط به ما بگید چه شده است. حالا اگر فیلم ها هم رسید که نشان میدهیم در این فاصله. من ایمیل کردم برای اتاق فرمان که گزارشی از که این هدیه های هم‌مهران خارج از کشور رو ما چه جنسایی خریدیم، چه قول هایمون رو سعی کردیم که برآورده بکنیم، اون چیزی که قول دادیم به مردم از جنسایی که برای هم‌مهران زلزله زدگی تهیه کردیم و ما این رو خریدیم از کشور همسایه به ایران و تهیه کردیم
و فرستادیم و هنوزم داریم این کار ادامه داره. حالا و تیم که مسئولیت پخششو داره، این کار حساسیه اون تیم، و تو این ما حدود 500 تا دوشک خواب بودن. اینجا هوا سرده، چادر سرده و زمین ها سرده، حتی یاش به چیز دارن که دوشک و پتو خواسته بودن از ما خواسته بودن، پتو خواسته بودن. پتو رو رفتیم یه مقدار تهیه کردیم و فانوس تهیه کردیم، فانوس 600 تا فانوس نفتی تهیه کردیم و چراغای گرم، چراغایی که بخاریایی که مثل علایالدین هستش یه کامیون هم میتونم غذا بپزن هم گرم بشن. که اون مسئول اونجا وقتی فهمید که ما داریم را برای همه زلزله زده میبریم، یه قیمت خیلی مناسبی با ماها طی کردش و مواد غذایی و دوباره از اونجا دوباره یه دونه یک 200 تا کارتون دیگه مواد غذایی تهیه کردیم. حالا امیدوارم که این فیلم ها زودتر آماده بشه که بتونید شما ببینید که ما با کمکایی که شما در اختیار ما گذاشتیم، ما دستون باز بود که چه چیزایی رو تهیه بکنیم و چه چیزایی رو بفرستیم برای هم میهنان. این چیزی بودی که از اونجا انجام دادیم. بله، الان داریم تصاویر زلزله آذربایجان رو میبینیم و فاجعه‌ای که رخ داده است و نیازی که در پی این واقعه خیلی سخت و دردناک از هموطنان ما نیاز دارن که به اونها برسد. و خب آقای مالیزاده، شما در منطقه نیازهای این هموطنان رو چگونه دیدید؟ واقعا چه چیزهایی در این شرایط سخت لازم دارن اضافه بر اونهایی که ما فکر میکنیم که باید گرما یا بخاری، چون هوا خیلی سرده، بخاری لازم دارن و یه دونه مثل بخاریه ولی میشه روش غذا گرم کرد. یعنی چراغ والور میگفتیم اون موقع. بله نمیدونم یه چیز بخاریه که میشه روش غذا گرم کرد. غذا پخت میشه پخت اصلا غذا روشون. بله منظورم غذا پختش. اونا داریم 630 تا، چون با کامیون صحبت میکردیم، اون 630 تا توی کامیون یا 650 تا توی یک کامیون میشه پر کرد. ولی بخاریا دلیل که کامیون میخریم 325 تا یک توی کامیون میشه جا داد این بخاری علایالدینو. اول گفتیم که این کامیون رو 325 تا رو بخریم، بره پخش بشه، مردم قشنگ اینا رو بگیرن تو مناطق، بعد اون 650 تا که غذا میتونن روش بپزن و اونا رو بفرستیم تیکه تیکه. و نمیخواستیم و که اینو یه مرتبه همه رو بفرستیم مثل اون 13 تا تریلری که از سراسر مملکت رفته به مناطق زلزله و ناپدید شده، کالاهای ما هم یه مرتبه ناپدید بشه. بله. فرستادیم و که مدیریتش چیز بشه. اون تیم داخل مملکت هم بعضیا براشون مشکل بود که این پست قبول کنن، بعضی هم راحت بود که گفتن داوطلبانه داشتن این کارا رو برامون انجام میدادن. بعضیا میگفتن آقا نمیخوایم دردسر داشته باشیم، به همین نمیخواستیم ما هم برای افرادی که نمیخوام در اون منطقه کار بکنن براشون مشکل پیش بیاد، افراد دیگر رو پیدا کردیم که این کار رو دارن برامون انجام میدن. خب حالا به هر حال قطعا گزارشایی هم از درون ایران، عکس و فیلم هم برای ما حتما میفرستن که بیشتر بدانیم در درون ایران اینا چگونه توزیع شده است. بله آقای مالیزاده، از نظر غذا در چه وضع هموطنان ما؟ آیا برای پختن چیزی هست در اختیارشون؟ موادی هست که بپزن؟ بله. این 20 کارتونی که تهیه کردیم شامل از 2 کیلو برنج، 800 گرم عدس، 800 گرم لوبیا قرمز، 1 کیلو ماکارونی،
لوبیا قرمز، نخود، 1 کیلو نخود بودش، شکر بودش، روغن برای پختن و رب گوجه فرنگی. یعنی برای هر نفر بسته بندی، برای هر نفر، بله. نه برای هر نفر در یک خانواده. بله. وقتی اینا رو خریدیم با حملش با کامیرش رو فقط برام $21 تموم شد. یه قیمت خیلی خوبی برامون بله حساب کردیم. امیدوارم تنت سلامت باشه، موفق باشی بهمن جان. ما همیشه به هر صورت افتخار کردیم به وجودت. بهمن مهمه شیر خشکایی که قول داده بودیم مردم. شیر خشکا اینجا این واقعا برای همیان باید جالب باشه. این شیر خشکا برای ما $75 کیسی تمام میشد. چقدر؟ $75. $75 هر کیسی. ما گفتیم که توی این محموله ما 50 تا کیس بخریم و 1200 تا قوطی شیر خشک فرمولای 2 قول داده بودیم اینا رو تهیه بکنیم. تهیه کردیم. وقتی که میخوایم ببریمش مرز میگن که اصلا شیر خشک به ایران ممنوعه. برای چی؟ برای اینکه مافیای شیر خشک ایران نمیخواد که یه قوطی شیر خشک از بیرون به داخل مملکت وارد بشه. میشنوید هموطنان؟ گفتم اصلا گفت که شیر خشک مشروب وارد میشه ولی شیر خشک اجازه نیستش که وارد مملکت بشه. بله برای اینکه بله غذای اساسیه. گفتم که این آشات آماده شده فیلم. گفتن که این دست قبلا یکی از این آخونده سپاهی ها که پستش توی وزارت بهداشت و اینا بوده، این آقا رو مرندی یکی از این افراد این مافیای شیر خشک و دست آقاست و در داخل مملکت کسی حق وارد کردن شیر خشک نداره. یعنی غذای مردم. بله. بینندگان گرامی، با آقای بهمن مالیزاده صحبت میکنیم که به منطقه رفته بود، یعنی پشت منطقه زلزله زده. حالا نمیخوام دقیقاً محلش رو بگم خدمتتون برای اینکه تیمی که کار میکنن همه اینا محرمانه است، ولی در آینده بهتون خواهیم گفت. ولی با اطمینان خاطر بدانید که این کارها انجام میشود. این برنامه رو که الان دارید میبینید از سایت nowruzbook.com هم پخش می شود که مستقیما می توانید ببینید به طور زنده، اضافه بر تلویزیون پارس و سایت اینترنتی تلویزیون پارس. نوروز بوک رو هم رو صفحه بذارید آقای شهرتی که هموطنان بدانن. nowruzbook.com بزنید، ما رو به طور زنده می توانید همین برنامه رو الان ببینید و بعد هم اگر فرصت کردید در آرشیو همونجا هم هست و در آرشیو تلویزیون پارس هم هست. این است که دسترسی است. اما در این فاصله که ما داریم صحبت میکنیم، بینندگان گرامی زنگ بزنید به دفتر مرکزی بنیاد نوروز، کمک‌های خودتون رو بکنید. ضمناً امروز خانم آزیتا یه گله‌ای هم به من کردن که من این رو گفتن نگم ولی میگم. چرا نگم؟ برخی که چک فرستادن برای بنیاد نوروز چکا برگشته. بله باید گفت. خواستم این رو یادآور بشم اگر اونایی که چک فرستادن حسابشون رو یه نگاهی بکنن، چون یکی دو تا پزشک توشون بودن که من اصلا تعجب کردم. قطعا اینا ماهانه حساباشون رو یا حسابداراشون میبینن ولی چکاشون یا پول به اندازه کافی تو حسابشون نبوده در اون تاریخ برگشته. یک بررسی بکنن و دوباره این پول رو واریز بکنن برای هموطنان ما. این رو خواستم خدمتتون عرض کنم. خیلی از حسابایی هم که اینجا اعلام میکردن که ما کمک میکنیم و از طریق کردیت کارت، بعد وقتی زدن دیدن کردیت کارت هم جواب نمیده. من یه دفعه اینجا گفتیم که همه بله، هنوز به هر صورت هموطنان گرامی، آن چیزی که رسیده است روشن است و اون چیزی که خرج شده است کاملا روشن است و خوشبختانه خود آقای مالیزاده هم به منطقه رفت و تا از نزدیک شاهد این ارسال این کمک ها به داخل ایران باشد، امکانات رو فراهم بکند. میدانید که ورود جنس از طریق مرز به داخل ایران بسیار بسیار دشوار است، به سختی کنترل میکنن، به ویژه مناطق زلزله زده رو که محاصره کردن که هیچ حتی فامیل نمیتواند فامیل رو ببیند. خیلی هستن توی شهرها شهرستانهای دیگه زندگی میکنن، پدرشون رو از دست دادن، مادرشون رو از دست دادن، باید جواز عبور بگیرن برند و بیان.
خیلی از کارهای ما رو کولبرا انجام دادن، یعنی اینایی که از مرز با روی کولشون پشتشون بار میذارن، کولبران این کار رو انجام دادن که حالا عکساشون دفعه پیش نشون دادم خدمتتون که دارن بار رو میرسونن به هموطنان، منتها از راههای غیر مجاز میرن، چون اگر بخوان برن اینا رو یا با تیر میزنن یا مین گذاری کردن تو مرزها، روی مین میرن و کشته میشن. این است که کار بسیار بسیار دشوار هست. این رو از سایت نشون دادی؟ بله، به هر صورت از نوروزبوک هم میتوانید ببینید ما رو که الان بر صفحه تلویزیون آقای شهرتی یک لحظه گذاشتن که داریم پخش میشه. اما هموطنان گرامی من، تو این فاصله که ما با آقای مالیزاده صحبت میکنیم، زنگ تلفن دفتر مرکزی بنیاد نوروز رو به صدا در بیاورید. بله. کمک بکنید، زندگی خودتون رو بیمه بکنید. این کمک ها باید ادامه پیدا بکند. هم آوارگان ما در ترکیه و در ناکجا آبادهای جهان نیاز به این کمک ها دارند، هم آسیب دیدگان زلزله که با تیم های محرمانه‌ای که هست باید به سختی به اونها کمک رسانید. اما میرسد، این رو با خیال راحت بتون عرض بکنم. خب آقای مالیزاده، خبرهای منطقه چه بود؟ و آوارگان ایرانی در چه حال هستند؟ چگونه زندگی میکنن؟ برای بعضی که از به بعضی که قول دادم که برم کاراشون رو انجام بدم، برای اینه که از عراق بتونم برن به طرف اردن. رفتیم به سفارت کانادا در اردن صحبت و دیدار داشتم در اردن با مقامات سفارت کانادا که دو تا خانواده هستن که حدود ماشاءالله هر خانواده 8 نفر 7-8 نفر توش هستش که اینا پذیرششون رو گرفته بودن از دولت کانادا، ولی و قرار بود که برن سفارت کانادا در سوریه که کارشون انجام بدن، برم بپیوندن به خانوادهشون در کانادا. متاسفانه UN برای این افراد هیچ کاری انجام نداد و ولی چند نفرشون دیدیم پشت در کمیساریای عالی توی سوریه شبا میخوابن دم در اونجا که جواب بدن، هیچ که در باز نمیکنه. بله الان مشکل بزرگی شده که این پناهنده‌هایی که سوریه وارد اینا عراق شدن، وارد اردن شدن و اینا و حتی لبنان فکر میکنم و این ما داشتیم برای همین خودمون این کار رو انجام میدادیم که کارشون انجام بدیم که این دو تا خانواده ایلاشون در کانادا بپیوندن. یکی از مأموریت من این بود که این کار ماره پناهنده‌های جالبه کار مثلا میگن مأموریت آقای مالیزاده، من اطلاع دارم که سفارت کانادا در سوریه بسته شده، یعنی روابطشون رو قطع کردن و اونا رفتن در اردن. اردن که این افراد اونجا با اونجا دیدار بکنن. که این کیسه این همیهنانمون، این هموطنان ما که به پشت مرز عراق و سوریه هستن چه وضعی دارن؟ اونا هنوز مثل اینکه اونجا گرفتارن. همونا بودن که دو تا خانواده رو بله. کانادا رو دارن و دارم کاراشون انجام میدم که برن به پیوندن به فامیلاشون در کانادا. اون یکی از کاری بودش که داشتیم انجام میدادیم برای اونا که ما هر ماه برایشون $2500 برای این افراد، برای زندگی 180 نفر بنیاد داره کمک میکنه دیگه. این یه چیزی هستش که هر ماه از ماه اپریل تا حالا بنیاد این مسئولیت گرفته برای که UN تمام خوراک، آب، مواد پزشکی، کمک‌های پزشکیشون رو همه رو قطع کرده. فقط بنیاد نوروز ازش داره این کمک‌ها رو به این همیهنان انجام میده. 180 نفر از همیهنانمون در پشت مرز عراق و سوریه در کمپ الورید هستن که این مسئولیت رو به عهده گرفتیم و این بله. من خواستم به بینندگان این رو که سوال کردم اطلاع بدم که تنها ما مشکلمون در ترکیه نیست، در عراق هم هست، در پاکستان هم هست، در هندوستان هم هست و واقعا بودجه در حدی نیست که
بشود آنچنان به همه رسید. با اولویت ها، اول به مریض ها، به بزرگترها، به اونهایی که نمیتوانند کار کنن، بیمارن، بیمار سرطانی هستن، زن حامله هستن. شناسایی اینها مشکل است. اینا وقتی خودشون بنیاد نوروز رو پیدا میکنن، تماس میگیرن و من دیدید که هر بارم میگن که خانم آزیتا با چه حوصله‌ای با اینها صحبت میکنه و بلافاصله به اینا کمک میرسه. بله. در ترکیه خانم گلاویش هست که یکی اینا رو میره میبینه، کمک‌های بنیاد نوروز رو بهشون میرسانه و در حد توان و کمکی که میشه واقعا امیدوار هستم به انقدر کمک شما زیاد بکنید که همه آوارگان ایرانی زیر پوشش قرار بگیرند. اما اولویت ها در وهله اول، اونایی که بچه مدرسه میرن نیاز به لباس دارن، نیاز به خوراک دارن، نیاز به ویتامین دارن. خود این مسئله است. ما داریم خانواده‌ای در ترکیه میگه من بچم چون غذا نداره بخوره و همیشه ضعف داره نمیتونم بفرستمش مدرسه. ما یه همچین مشکلاتی رو داریم. بچه رو به دلیل گرسنگی نمیتونه بفرسته مدرسه و باید به این غذا رسون، باید به این ویتامین رسون که از نظر فکری و روانی عقب نیفته. خیلی مشکلات هست، خیلی مشکلات هست. این آوارگی عوارضی داره. چند وقت پیش پدر زده بود چرا تو بچه‌ش کشته بود. مسلسل میشن دیگه. اینها یک مسائلی است که بنیاد نوروز درگیرش است و چاره‌ای هم نیست. چاره‌ای هم نیست، باید به هر شکلی شده کمک کرد. خیلی از زنان هستن که با بچه‌هاشون آواره شدن، زنان جوانی که اگر بهشون کمک نشود ناکسان اونها رو میقاپند. این است که ما برای حفظ اون شرف و ناموس ایرانی خودمون خیلی باید تلاش بکنیم. بهمن جان، من و آقای پارسا، من از اون هفته که خانواده‌ای که در راه رفتن به کانادا هستن و دولت ترکیه ازشون پول خاک میخواد، من نگران این هستم که این پول زودتر تهیه بشه براشون که بتونن از اون جهنم که براشون هست بیان بیرون. و من میدونم که بهمن جان خودش در فکرشون هست. و من یک سوال دیگه داشتم از بهمن نازنین که این کسانی که دارن میرن به کانادا، اینا از طریق درخواست فامیلی دارن میرن؟ نه، یا قبولی گرفتن. سهمیه قبولی گرفتن. آواره های کانادا شاملشون میشه؟ میدونی که کانادا، آمریکا و کشورهایی که تو اروپا هستن هر سال برای خودشون یه دونه میان میگن که ما امسال سهمیه میذارن. پناهنده میاریم یا 30,000 پناهنده میاریم. بله. UN میگه آقا ما کشور ما امسال 30,000 نفر میاره. بعدا این 30,000 نفر رو میگن یه مقدارشو از ترکیه میاریم، یه مقدارشو مثلا از سوریه میاریم، یه مقدارشو از عراق میاریم، یه مقدارشو از کشور دیگه میاریم. یه سهمیه دارن به چیز میدن. این افرادی که میان در ترکیه و خودش رو اسمیسی میکنن با سازمان ملل در آنکارا، اینا از اون سهمیه برمیدارن. بله. میگه به موازی این کار که خود دولت کانادا برمیاره، یه عده از کلیساهای کانادا و آمریکا یه عده هستن که افراد میخوان از یه کانال اینی که باید اسپانسر داشته باشن، مثل 5 تا خانواده یا 5 تا اسپانسر داشته باشن و کلیسا اینا رو بیاره. اونم یه راه دیگه هستش که افراد میان اینجا. بستگی داره که به افراد کدوم کانال انتخاب کردن. این دو تا خانواده که در عراق هستن و میخوایم ما اینا رو با فامیلاشون در کانادا بپیوندن، این فامیل نزدیکن. بله بله. درش تو عراق گیر کرده، دخترش اینوره، اون یکی مثلا برادرش اونجا گیر کرده و این فامیل بسیار نزدیک هست. ما بهش میگن ما زیر کاتگوری فامیلی ریونیون داریم. این داره به هم میپیوند. بله بله. آیشارتی فیلم آماده نشد؟ بله، فیلم حجمش زیاده تا بتونن پیاده بکنن، پخش بکنن. به هر حال اگر نشد هفته آینده فیلم ها رو پخش میکنیم، ولی همین قضیه گزارشی بله نه این فیلم باید بیاد تا آپلود بشه، دانلود بشه، خیلی طول میکشه حجمش اگه زیاد بشه. به هر صورت بینندگان گرامی، همین گزارشی که آقای مالیزاده در بازگشتشون از منطقه دارن میدن گواه بر این مسئله است که فیلم گرفتیم. فیلم های هر روزمون، خریدایی که کردیم
و کمک های مردم رو درست کمک هایی که همیهنان دادم رو قشنگ فیلم مستند کردیم، ولی چه میشه کرد دیگه با همه رو با موبایل بله حالا تا اینا بله. دانلود بشه و اینا بله. خیلی دشواره، بله. ولی حتما نشان خواهیم داد. ما هموطنان گرامی من، آوارگان ایرانی چشم به راه کمک شما هستند. وظیفه اصلی ما آوارگان هست. زلزله هم مزید بر آن شده است، بله. مزید بر علت و یک کار مضاعف که هیچ فرقی نمی کند. اونها هم در درون ایران آواره هستند، اینها هم که در ترکیه و هندوستان و پاکستان و یونان آواره هستند. بله. و این رو بدانید که کمک‌های شما ارزش‌های انسانی ماها رو نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم در این شرایط سخت یار شاطر برای هموطن دیگری باشیم و در این راستا کمکی کرده باشیم در حد توانمون. و هستند کسانی که خانم شاملو بهتر از من میدانند که از نان شب حتی میزنن به این کمک‌ها رو میدن، حقوق ولفر خودشون رو درصدی ازش خودشون با سختی دارن زندگی میکنن، اما برای اینکه آرامش پیدا بکنن این سختی رو برای اینکه میدونن نداری، گرفتاری، بله، بیپناهی چه دردیه. من خودم خیلی خوب میدونم اینو، ولی هموطنان ما هم میدونن با این زلزله‌ای که 33-4 سال پیش وطن ما رو لرزوند و زیر رو کرد، عده زیادی این طعم ناخوشایند رو چشیدن. خیلی جالبه، من بعضی موقعا که میرم به این فروشگاه ایرانی خرید میکنم، فروشگاه بزرگی هست، بله. وودلند هیلز مارکت، بله. هر بار که میرم اونجا برخورد میکنم با خانواده هایی که جویای حال آوارگان هستن. بله. و هر کدومشون که منو میبینن یه مبلغی رو میگن که ما این چک رو نوشتیم چه کارش بکنیم. بله. بعد همونجا براشون آدرس مینویسم که به این آدرس پست کنید. برای من هم پیش میاد، حتی در یه مهمانی‌ها بانوی پیش رو میاد. دیدم، بله. حالا نمیخوام فامیلیشون رو بگم، به نام اقدس بانو. بله. اقدس که من میگم اقدس بانو. پاکت گذاشته بود، نوشتم، بعد گفت حالا تمبر از کجا بگیرم؟ من خوشبختانه تمبرم تو جیبم بود، زدم روی پاکتش، گفتم اینم تمبر، فقط صندوق پست میدونی کجاست؟ گفت نه. گفتم فردا که پستچی میاد بدین دستمون خودش میبره. بله. بعد گفت حالا چرا به پستچی بدم؟ به تو میدم. گفتم من که پستچی نیستم. گفت نه شما، بر شوخی باشون کردم. به هر حال بردم به پست انداختم. یک همچین حالتی هست واقعا. بله. کسانی دارن کمک میکنن که آدم تعجب میکنه و اونها هستند که درد رو میشناسند. چون درد رو میشناسند کمک خودشون رو بی‌دریغ میکنند. این است که هموطنانی که دور هم جمع میشوند، مثل بانوانی که در اورنج کانتی هستند، خانم گلی عطایی بزرگوار، همیشه یک مبلغی از اونها جمع آوری میکنه برای بنیاد میفرسته. و کسانی در استرالیا داشتیم کنسرت گذاشته بودن بدون که ما اطلاع داشته باشیم. بله، قرار بود اینجا یک خانم خواننده خیلی خوبمون چند سال پیش به ما قول دادن یک کنسرت میذارن، ولی ندیدیم. بله، فرصت آخه کنسرت گذاشتن هزینه هایی برای تهیه جا و اینا داره که اون یه مقداری هزینه هست. خیلی لاکچریش نکنن. نه بله. مسئله سر این است که من پیشنهاد کرده بودم در یه پارک این کارو بکنیم و هر کسی میاد یه بالاخره حالا این کارو ترتیبش رو میدیم، ترتیب حتما میدیم که حالا که علاقه هست و تمایل به این کار. اتفاقا در همون روزی که این صحبت شد آقای مالیزاده اینجا بودن، به اتفاق به دیدار این خواننده رفتیم و با ایشان صحبت کردیم. خیلی تمایل داشتن. من میشناسم. بله، حالا به هر صورت اسم نمیخوام ببرم، ولی اینها همه بهانه است برای جمع‌آوری پول و کمک کردن به هموطنان آواره. تو رو به اون خدایی که میشناسید کوتاه نیایید و فکر این نباشید که دیگری کمک میکنه شما نمیکنید. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. شما کمک خودتون رو بکنید، به دیگران هم یادآور بشوید که این کمک رو بکنن. برای اینکه تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. برای اینکه وقتی سعدی بزرگوار این شعر رو میگفت چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. ما نباید قرار آرامش داشته باشیم وقتی ببینیم یک زن ایرانی با بچه سرگردان هست و نیاز دارد. یک بچه ایرانی پدرش نیست، نیاز دارد که دست نوازشی ببیند و آرامشی حس بکند که پناهی دارد. یا یک تحصیل کرده ایرانی استاد دانشگاهی که آمده از بد حادثه مثلا در ترکیه، حالا جیبش خالی است، نمیدونه چه بکنه،
میره توی رستوران زمین شوری بکنه، تازه پولش هم بهش نمیدن. ما اینها رو باید حفظ بکنیم. زنان ایرانی هستن که از بد حادثه، از تبعیض مجبور شدند از ایران بگریزن با بچه هاشون و اینا الان نیاز به حمایت دارن که با حکومت بله میکنن. اینا نیاز به حمایت دارن، نیاز به سرپرست دارن. من و تو باید پدر اینها بشویم، یار اینها بشویم، برادر اینها بشویم و در حد توانمون کمک بکنیم. 704 544 7800 و 703 303 66 61 تلفنی است که همینک میتوانید ارتباطتون رو با خدای خودتون در کمکی که میکنید برقرار بکنید. بله. تو رو به اون خدایی که در این لحظات حساس ما رو مینگرد و در این شرایط حساس تاریخی ما رو در بطه آزمایش گذاشته است، ببیند لیاقت این رو داریم که یار یکدیگر باشیم یا نه، این کمک ها رو بکنید. بهمن مالیزاده یکی از کسانی است که زندگی خودش رو وقف این کار کرده و لود شدش، لود شد، فیلم لود شد، آماده شده؟ آره مثل اینکه آره. شما از اونجا میبینید؟ بله فرمان. آره آی شهرتی؟ آره منم میتونم. بله تصویر شما رو داریم میبینیم. تصویر خود شما رو داریم میبینیم. تصویرتون اومد. بله خیلی خوب خیلی خوب. شما در اونجا هم عینک میزنید آقای مالیزاده؟ که شناسایی نشم که از بنیان نوروزم. گفتم ممکن دوست آقای پارسا باشم، گفتن بگیرن اونجا. ولی دوست من باشین کاری ندارن اتفاقا. بله اختیار دارید. بله آقای مالیزاده دارن میرن به بازار خرید در این فیلم. بخواید خودتون توضیح بدید چون من دوبله نمیتونم بکنم چیزی رو که ندیدم. نمیتونم ببینم فیلمو بزنید. بله. بله شما رو تو ماشین داریم نشون میدیم. نیم ساعت. خب حالا این نیم ساعت حالا بریم وسطاش چه جای دیگری نشون بدید که آقای مالیزاده صدا داره. میخوایم صداشو باز کنید. 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 خب صدا یه جوری دیگه داره میاد. بله. خب صدا یه جوری دیگه داره میاد. بله. خب صدا یه جوری دیگه داره میاد. صدای خود ماها میپیچه اونجا. نه صدای ما که میپیچه هیچ چیز. صدای آقای مالیزاده هم فیدبک میکنه. فهمیدن چشه؟ بله. درد رو شناختن آقای مدیر فنی. دکترن دیگه. بله دکتر فنی. درد کجاست فیدبک میکرد و تصاویری است که از منطقه گرفتن آقای مالیزاده رفته بودن به اونجا که الان روی خط هستن و تازه رسیدن به آمریکا. آقای مالیزاده مانده نباشید واقعا. خدا قوت. نه از این همیهنان که اینقدر به بنیاد کمک کردن. اصلا بارسا این همیهنان واقعا چقدر ما هستن و چقدر چه انسان‌های نیکوکاری که اینقدر به بنیاد کمک کردن و اینقدر اعتماد کردن و اینقدر کمکاشون باعث شده که ما بتونیم یه عده افراد بتونیم با این کمک‌ها کمک کنیم. خیلی برای ما خیلی مهم بودش که دستمون باز بودش، میتونیم جنس بخریم، میتونیم بذارین لطفا. باش. بله حالا شما رو دارن در بپسندم. همین عزیز الان من توی یک صرافی هستم در هومه اربیل و اومدیم کمک‌هایی که شما برای بنیاد فرستادید از کشورهای مختلف، این کمک‌های شما بوده. همین اونایی که در سوئد بودیم 2600 کرون سوئد، از دانمارک 4600 کرون، از نروژ 2600 دلار آمریکا، 1400 دلار کانادا، 40 یورو، 1200 و پوند. این کمک ها رو ما آوردیم اینجا که یک صرافی و اینا رو تبدیلش به دلارش بکنیم. این تا حالا به ما 2300 دلار دادن. نه تو بفرمایید. همین من اومدم اینجا یک فروشگاهی هستش که مواد غذایی میفروشن، از روغن نباتی گرفته تا برنج تا آرد و لوبیاهای مختلف داریم که بسته های مختلفه. اومدیم اینجا با مدیر اینجا داریم صحبت میکنیم
که آقا ما اومدیم اینجا که این جنسا رو بخریم برای زلزله زدگان. آها، برای داخل ایران. خب چه چیزایی شما میتونید توی بذارید برای چه فوتی چه چیزایی میتونید بذارید؟ نامد غذایی. گلت دبیجیتن اما اشیای دیکرن بو زلزله ایران تورز بود. اتو چه دشه کمکی اما آوان اشیاء کردن چه اشیاءتان هیا دشه بده اما هم بشینه مثلا چیه؟ مثلا رایشته کردن برد شکر و برنج و روغن و آرد و زیت و روغنیات و مثلا فاصله و نوکنیسی لوبیا و اینا. خب ملاحظه کردید بله. مشت نمونه خروار هفته دیگه کامل بهتون نشون خواهیم داد. بینندگان گرامی، وقت برنامه ما هم به پایان رسیده است، با امید به اینکه کمک‌های شما به بنیاد نوروز همچنان ادامه داشته باشد. با این دو تلفن 7 روز هفته شبانه روز می توانید تماس باشید. 704 544 7800 703 303 66 61. به اتفاق بانو فهیمه شاملو، آقای امیر شهرتی و آقای مالیزاده که تازه از راه رسیدند و از راه دور با ما صحبت میکنند، با یکایی که شما بدرود میگیم تا دیداری دیگر. شاد زی، مهر افزون، پایدار، خدا نگهدار. اکنون که قهر طبیعت هزاران هموطن آذربایجانی ما را به خاک سیاه نشانده است، بیاییم چراغ امید به زندگی را با یاری بی‌دریغ خود و آسیب دیدگان این ضایعه ملی برافروزیم. بنیاد نیکوکاری نوروز برای کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله آذربایجان قهرمان از شما استمداد می‌طلبد. لطفاً برای ارائه کمک‌های خود به هم‌میهنان زلزله زده آذربایجان با تلفن‌های 704 544 7800 یا 703 303 66 61 تماس حاصل فرمایید.